بسم الله الرحمن تیز خرک میریم جو یکم رو میگیرد. یک دو سه میرویم. نمازک شام شده است و ما در بدریم، مردم سر بالینند و ما پشتی داریم. در حیات چند معشوقه داشتیم. هنرمندان به حد دختر باز میشوند، معشوقه باز میشوند. اکثر آنها اکا نعیم جان مرا گرفت دستگیری کرد. ما باور نداشتیم که مرا بیاره خونش قیلم بتر نکشیم رو نخدا که آورد مرا خونش. در یک روز چند بار خوراک میخورید؟ 7 بار. 7 بار خوراک میخورید. معلوم است از چهره شما که بسیار میخورید. شکرانه خدا. خط کفتر بچه کرد بچه خط کفتر بچه کرد بچه خط کفتر 7 خط کرد. خودتون بانم بسیار میخورید یا مایمونتون؟ خدا. استاد مونه دو مخی ای بیش سوال دوی سلام بینندگان عزیز و مخلصان صوت نوا. برنامه چهره آشنا است تقدیم از کانال تاجیکان گروپ. مهمان نوبتی برنامه ما هستند سه چهره شناخته، سه هنرمند جوان و واقعا هم خوش‌آواز: نعیم جان سیدعلی، شیردل و مهراب. سراول مهمانان رو به استودیو به برنامه چهره آشنا خوش آمدید میگوییم و تشکر میگوییم که دعوت ما رو پذیرفتند و این لحظه ها در برنامه ما شرکت ورزیده ایستادند. و نگفته نماند بینندگان عزیز، شریک برنامه ما هستند شرکت صاف سودا. اگر موی سر شما میریزد و یا خود را فربه و یا خراب کردن میخواهید و یا در بدن شما سفید شوی پوست دیده میشود، پس به شرکت صاف سودا مراجعت کنید. این مشکل شما حل خود را مییابد. بار دیگر مهمانان را به استودیو خوش آمدید میگوییم و نگفته نماند که برنامه ما از 3 بخش عبارت است و بخش اول این طریق اسباب موسیقی زنده سرود خواندن می باشد که باوری دارم که هنرمندانی را که ما این لحظه ها دعوت کرده ایم از عهده این شرط به خوبی میبرایند، زیرا همه روزه از کانال نعیم جان سیدعلی 3 هنرمندی که در اینجا حضور دارند پخش مستقیم به طریق زنده سرودها را پیشکش مخلصان میگردانند. و اینجا شروع میکنیم. آوای مایده میگم بگی که بچم شروع میکنیم از مهمان خردی ما که واقعا هم صدای دلنشین دارند و با کمک نعیم جان سیدعلی قدم های نخستین خود را در جاده صنعت مانده ایستادند. خیلی صدای شیرین دارند. شیردل جان برای شما سرود میخواند. سلامت باشید، صدایت خسته نباشد شیردل جان. و چگونه که بینندگان عزیز شما شاهد بودید، شیردل جان از عهده از اجرای سرود به خوبی برآمدند
و میسنجیم مهراب رو که تا کدام اندازه هنر خوب نوازندگی و سرایندگی دارند. برای شما یک ترانه رو با آواز زنده می سرایند، بعداً باز برنامه رو ادامه میدیم. الله یار جان بر افطارت مبارک، لیلی لیلی شبا مزار میرم، جانی لیلی سراغ یاره. سلامت باشید. و چگونه که بینندگان عزیز دیدید، هر دوی شاگردان نعیم جان سیدعلی در واقع آوازی خوب دارند، هنر نوتکرار دارند و استعدادهای ارزنده هستند. و اینجا از سرود از خود نعیم جان سیدعلی میشنویم و برنامه خود را ادامه میدهیم. نمازک شام شده است و ما در بدریم، مردم سر بالینند و ما پشتی دریم. نمازک شام شده است و ما در بدریم، مردم سر بالینند و ما پشتی دریم. ما مردی مسافریم، ما را گذریم، علم های غریبی را با خود میبریم، علم های غریبی را با خود میبریم. نه برادر عزیز، زنده باشید، خسته نباشید. بینندگان عزیز، به خاطر جالب گردیدن برنامه خود ما اینجا یک شرط علاوه‌ای داریم و چون اینجا 3 هنرمند جوان، هنرمند خوب شرکت ورزیده استادن در برنامه ما تصمیم گرفتیم که انا همین شرط رو محض با آنها گذرانیم و مهراج آماده باشند. اینجا ما تصمیم گرفتیم که چون این موسم خوردن جواری آبپز است، همگی دوست می‌دارند. خب بینندگان عزیز، ما تصمیم گرفتیم که یک بخش نو پیشکش شما گردانیم و در دست نعیم جان سیدعلی، شیردل و مهراب جان 3 جواری مکه آبپز با لذت. بسم الله الرحمن الرحیم. پسخرک میریم جو یکم رو میگیرد. 1 2 3 میرویم. یه خیلی کردن که تیز بخوریم یکم رو میگیریم. شیردل سخت نیست؟ سخت است. سخته. ما به هم میراج نمک گفت ندارم. نمک هم ندارم. ما به هم میراج گفتم که سخت چند نه یار. با مزه. چنین قیله با مزه نیست به فکر من. قیله با مزه. خیلی بهترینه. ما میفهمیدیم قیله میاریم. برنامه دیگه در قیله میاریم. من نعیم جان سیدعلی از شما رو میگذارم. نگفته نماند بینندگان عزیز که همین جواری مکه آبپز به نهایت به سلامتی انسان فایده دارد. حتی در کتاب ها هم آمده است خوردن آن به چندین بیماری ها دوا میبخشد. ویتامین های زیاد نیز در آن جای دارد. ای روتان شش مواری شاگرده بیش سواده یه بمبره میرم سوی نمیبره میگه ما استاد مونه داده مخی ای بیش سواده ای بمبره میرم سوی. یا اینکه اگر شاگردان با وفا و با مهر می بودن دلشون به استادشون میسوخت،
میگفتن که از تن استادمون ما هم میخریم. بیا ما هم چمپیونات هر دمی دادم. بیا کم شیر دیل بری. بله. یکی میخری بخری. ما بایدم. نعیم جان سیدعلی ما بایدم. از چمپیونات با گفتی خود دست کشید. تو شاگرده که در حیرت اولاد استاد رو میگن که بیا. رو بازی استاد خود رو در حیرت میمونه. اگوداکی من میتونم نمیفورم. نمیفورم مجبور خورد. قریب انا باشی ببینید. برنامه‌اش تو ما ان باید. شاء الله برات ما چک برام. و بینندگان عزیز چگونه که شما شاهد بودید نعیم جان سیدعلی از تا به آخر انجام یافتن مسابقه دست کشیدند و به شاگردانش واگذار کردند و شیردل جان که قیله رو بسیار دوست می‌دارد از دوام خوردن جواری مکه دست کشید و مهراب باشد جواری مکه آپز رو با پررگی خورد و غالبی ان همین آزمون اعلام کرده می شود. و بینندگان عزیز نعیم جان سیدعلی رو همگی با ترانه‌های غریبی میشناسند. پدر و مادران، غریبان، عموما تمام مردم تاجیک نسبتش احترام خاصه دارند و امروز اکثر هنرمندان جوان با او تقلید میکنند و ترانه‌های غریبی میسرایند. اما ترانه‌های غریبی سروده او موقع و جایگاه خود را دارند و شروع میکنیم صحبت رو انا از همین موضوع. بار اول ایده سرودن سرود غریبی رو با شما کی پیشنهاد نمود؟ چون که شما رو مردم ماست با انا همین موضوع شناختن. ایده شعر ای برادر عزیزی ما سیراج عبدالله ایده را با هم اول بگیم که ما دا سیراج عبدالله داد گفت که اما وقتا شما داشته باشین سرود سال 2010 سرود 10 ساله شد 2020 ما را گفت که نعیم جان تو میدونی گفت که بهرام غفوری باید خواندگی بدن و که مثلا ای مهاجر بچه سرگردان تاجیک یا فیروز رسول خواندگی با 30 تا زرین مغرب مچه تک یکم بار دیده گفت که در صنعت تاجیک مثلا ایده نامیتون تو چی ایده گفت دیده گفت که مادر برای فرزند بخونه فرزند برای مادر ایده سیراج عبدالله یک جایه با حنیفه قربان و باری یک جایه خوندیم شما و بعدن دیگر ترانه های غریبی نیست و ما میبینیم که همه ساله سنه 8 مارس یا در کاخ جامی که قبلا بود یا فیلارمونیای دولتی شما کنسرت خود رو برگزار میکنید. کمند هنرمندانی که دوام 10 یا 15 سال همه ساله در یک روز در یک فصل برنامه هنری خود را با ترانه های نو پیشنهادی مخلصان نموده باشند. این به شما چگونه دست میدهد که همه ساله سنه 8 مارس رو شما با قول مناپولیا کردن میگیرید و برنامه هنری خود رو در دوشنبه پیشنهادی هواداران هنرتان میکنید. اولین با سال 2012 8 مارس در کاخ جمعی کنسر مونده. ما همون سال 9 سال روی هم 8 مارس کنسر مونده و یک عادت شده آمده. مثلا وقتی که ما پیش یکم کس برام که برای 8 مارس ما دا بگیم چیکنین تا حتی دیگه آفیس ما را میگن که دیگه رکلام نکن. بله. وجه مردم ترا میدونن که 8 مارس کنسر داری. خیلی ان شاء الله خداوند دنیا را تینجی بده. همین سال 10 سالگی ما. همین 10 سالگی 8 مارس کنسر تمونیم خیلی خوب میشه. یا این بگیم که گفته هم گپای کوچه یک کازری ما همیه هر 8 مارس بله مادران به خاطر شنیدن ترانه های شما به فیلارمونیا میآیند و امروز میبینیم که شما سامانه یوتیوب خود رو یعنی در یوتیوب سامانه نعیم جان سیدعلی که شده مخلصان زیاد از این سامانه دیدن میکنند و در اونجا من همین دو شاگرد شما که این لحظه ها در پهلوی شما هستند شیردل و مهراب اینا رو از کجا دریافت کرده چگونه پیدا کرده رشته همکاری شما از کجا آغاز شد؟ همین سامانه یوتیوب یک سایت هست که باید روبرو باشی خطی مخلصا آزاد باشی. مرا هم مثلا ما قریب 90,000 پادکست دارم. قطعی هم مایوت صحبت میکنم هر یک کامنتر ما میخونم برادر. بله. بعد کامنتر ما برنامه میشناسیانه داشتیم با خیردین بازار استاد
در همون جایی بچه که در برنامه میشناسید اشتراک کردگی بود همونجا یک باید میخونم بعدا در کامنتر ها نوشتن که اکای نعیم جان همین بچه که دستگیری که ما بچه که بگیم آمدن با نویه رو که اصلی اینویه وسه بده همونجا خیلی اولاداش خیلی خشت هاش خیلی مسئولیت کردیم آوردم شه خیلی این اوزی خونه دای مثل یک فرزند دای در خونه هم میسته دای مکتب شهر داخلش کردیم خیلی میخونه اینجا خیلی یک لقمه زندگی شکی یافتک با انشالله که یعنی کار خوب میشه خوب دارد هنر خوب دارد استعداد دارد و شما خواستید که با او کمک کنید اول ما آوردم گفتم خیلی چیش میکنم یا برنامه‌اش میکنم تلان در کوچه خیلی برنامه‌اش کردیم نه خیلی شکرانه خدا دو کلیپش برو اومد خیلی با اون حرکت کردن میگیره با دستگیریش میکنیم کلیپاش برو آوردن میگیریم بچه که خوبه بچه با تربیت خیلی آواز خوب داره هم دستگیریش میکنیم ان شاءالله که با یک جای برای سوا زندگیش پیش بره این که مقصد دارم بله و شیردل جان شما وقتی باری اول با نعیم جان سیدعلی با خوردید خود را چگونه احساس کردید چون شما را دستگیری کردن امروز کم صنعتکارانی که انا همین گونه استعدادها رو دستگیری کنند و سرود تیار کنند آهنگ ایجاد کنند کلیپ کنند و به مردم نمایش دهند و امروز ببینید که نعیم جان سیدعلی از شما شیردل ساخت که امروز تمام تاجیکستان شما رو تماشا میکنه بله یعنی بار اول وقتی آمدید با نعیم جان سیدعلی با خورده چگونه احساس شما رو فرا گرفت؟ این حافظی آرزوی ما بوده کودکیم که من خیلی به یک جای را برسم هیچ کمه را دستگیری نکرد شکرانه خدا که اکای نعیم جان ما را گرفت دستگیری کرد ما باور نداشتم که ما را بیاره خونش قیلم بتا نه که شکرانه خدا که آورد من خونش اونجا رنگی بچهش نگام داره یعنی بغیر از اونی که با شما آهنگ ایجاد میکنند سرود ایجاد میکنند کلیپ میکنند در اینترنت پخش میکنند اینچنین شما را در خانه خود شما را همچون فرزند خود قبول کرده است بله. و معلوم که شما قیله بسیار میخورید چون که از اون عکس ها و نواره هایی که قبلا بود امروز کلا فرق میکنید رنگ و نمود سر و لباس علاکه با استادتون مانند شده است فکر میکنم که قیله بسیار میخریدن و خوب کردن رو هم دوست میدارید بسیار خوب میکنید چون که دیروز در یوتیوب افیر کرده بودن نعیم جان سیدعلی گفتن که شما خوب هستی بسیار خوب میکنید نه باید نه سر درس میرفتم برای هم تست خوب کردید یعنی کوشش میکنید که با درس هم دیر نمونیدن درس رو سری وقت خونید بله و خیلی خوب است و شاگرد دیگری نعیم جان سیدعلی که بعد از شیردل گمان میکنم مهراب رو پیدا کردن هنر خوب دارند صدای خوب دارند و گیتار رو هم با مهارت خوب می نوازند و میخواستم اطراف مهراب کمی صحبت داشته باشه با مهراب چگونه شناسایی پیدا نمودید؟ با مهراب وقتی که برنامه شیردل باید با نوار میگفتیم ترانده کوچه را در فیلارمونی یک استودیوی ما اونجا در آمدم ما او وقتا مثلا گیتار گرفتم گیتار خریدن در آمدم اونجا گیتار میفروشم گیتار خریدن دا بعد همین قطعی بدم گیتار سنجیده سبودم یا باید خون با مهراب جان گفت که اکا من سرود بخونم یک سرود خون که چی شید آوازش به حد معقولم شید بخیر دربارش پرسان شیدم خیلی گپای خمون زدیم و گفتم اوزی تیار شما تر برنامه تلند کوچه برم برنامه را با پگرم موندیم همون سیامکا کردیم برنامه مهربا هم جان خشیناز دیدم خیلی مهرب جانم در بالم گرفتگیم برنامهش کردیم یک کلیپ کردیم اینا با نصیب ان شاء الله یک سوری مدارش تیار کردیم دیم کلیپ شام روزای نزدیک پیشکشی مخلصو میگرده بله و مهراب جان شما دید به برنامه و جای تحصیل میکنید و هنر نواختن گیتار رو از کی آموختید شاید در اویله صنعتکار به وی رسیده در اویله صنعتکار به دنیا آمدگیم گیتار را باشه خودم آموخه یاد گرفتم یعنی خودآموز هستید و وقتی که نعیم جان سیدعلی شما رو دعوت کردن نه دعوت نکردن راستی دیگه خشید اما گفتگی که نعیم جان باری من خواستم مقصد جران اون شتگی بدن اما جایی که گیتارم چیز میکنم همونجا اشتگی بدم یکی رفتم دیدم که نعیم جان خودم هم ایسا حیران شدم هم خرسان شدم که مقصد
واخوردیم. خیادما مقصد بله. خدشان واخوردیم. بعد شیردل جان دیدم خونده سعد باید گفتم یا بر کمکی مقصد ما هم یا باید بخونم و خوندم همون خشتی نشتم مقصد. علاقه دو کلیپ خود را آماده کرده پیشنهاد مخلصان گردانیده. دیگه ماشین تیار شده تیار شده است. خب نیتی دویت هر شاگردانتون یگون دویت پیشنهاد مخلصان نصیب میشلم خیلی نیت دارم مردار جان که هرچه شود ستایی علویده کنم بعدا هرچه دویت کنم پیشکشی با خود شما چی؟ با ما میشه انشالله مایده ایش هم در نقشه میگیریم مزیرش ده مقصد امیوه که هر دیمیو را یک کم رکلام کنیم و مردم بشنوسه شونه دستگیریشون کنه خیلی انشالله ای همه مخلصون می نداریم که دو درکوی ما را دستگیری میکنن می نداریم و ایده برنامه میشناسیانه از کی بود؟ چون امروز میبینیم با هنرمندان همکاری دارید و در سامانه یوتیوب شما بسیار مخلصان زیاد داره. ایده برنامه میشناسیانه میدونیانه تلان دکوچه همش ایده خودمان یعنی خود شما ایده یکم کس نیست ایده خودمان چی شما رو وادار نمود که از همین هنرمندی از سرودخوانی با بلاگری یعنی صفحه خود رو کشید و همین برنامه ها رو تهیه نمایید؟ شاید که وضعیتی که امروز هست شاید توی ها کم شدند. ما بلاگر نیستم هنرمند. بله معنی هنرمند چیه؟ هنرمند باید خچه نشان بده او سرود میخونه بله او کینو بازی میکنه او صحنه بازی میکنه او سنبلاقی میزنه او پوبل میکنه چیکار میکنه نمیکنه هنرمند. مقصد یوتیوب پولای برنامه بسیار شید مثلا صحنه حجوید بسیار شید کلیپت بسیار شید امی مبلغت بسیار میشه و پول بسیار کار میکنه. اما یک گپ میگم در یوتیوب یک سامانه هست که کدام هنرمنده که کمک هنر داره و حرکت میکنه میجنبه او را هم صاحب آبرو میکنه هم صاحب یک کانون میکنه. چون که برای صنعت برای کلیپ آماده کردن سرود آماده کردن البته که مبلغ لازم است و برای دریافت مبلغ همین سرچشمه ها و شما کمک میکنن. این یوتیوب هم خش خوبه که آدم چی میکنه هنرمندت ذوقش زیاد میکنه. بله ذوقش زیاد میکنه هر روز فورات هر روز سرود میکنه هر روز فورات کلیپ میکنه هر روز فورات برنامه میکنه هر چی که فورات او سامانه خطه هر یک چیزا گفته گپام تحت نظارت تحت قانون هم تحت کی گفته گپو یک کس ضرر نمیتی. بله یا چی میکنه که یک کس تماشا کرد رحمت بگه و خرسان شد روز از روز سرودهای نو کلیپ های نو. چون که اگر هنرمند دوام یک ماه دو ماه اگر سرود نو پیشنهاد نکند کلیپ نکند علاقه مخلصان او را قریب که فراموش میکنه. انا یوتیوب هم خیلی که مثلا سالهای پیش نه سال 2014 15 ما یک کلیپ میکردیم مثلا یک مود 3 ماه پس یک کلیپ دیگه میکردیم یا آلبوم میبروردید یک سال یا آلبوم میبروردید. یوتیوب هم خیلی آدم موتیواسیا بسیار میده که این امروز کلیپ میکنی 3 روز دیگه پس نبرار کلیپ میکنه که ای بچه تا گیجو دای سودات کمه بایدات کمه این خیلی میگن این خیلی شیدگی است یک شرایط دیگه شیدگی که آدم تماشا میکنه پگاه فراموش میکنه. هر روز باید که نویگری کنه. هر روز نویگری نکرده مردم میبرن خیلی شیدگی است. و پرانکی که ماشین شما رو کرده بودن من تماشا کردم در سامانه یوتیوب بسیاری ها سوال دادند و گمان دارند که گویا که همین پرانک ساختکاری بود. پرانک ما یک گام چیز ساختکاری نیست او گماناشون بگیرن در دلشون هم آدمایی گویا که همون آینه ماشین شما رو شکسته است چرا که دیگر جایش رو نه و محض آینه اش رو برای که باید محض برای چی آینهش آدم باید فکر کنه عقیده کنه آینهش شکسته لبابویش سوز کرده او اگر با کویش میشکست ایسرا ماشین پچق مچق میکرد ما میدونستیم چیکار کنم با از عهده تعمیر کردنش تعمیر خیلی بابا یا خیلی مثلا ممکن که خیلی بگن که چی باید آینهش شکسته با کویش نه یعنی ضرر رو جبران کرد. او همون خیلی آدم را چی شرح شد چه گرفته که ما میره همین قدر در زور میرسد شاید هم خیلی فکر کرده یا من نمیدونم برای پادپیسی جمع کردن یا برای خچه گفته گپو معرفی کردن خیلی چیکو کرد نکرد که ما خیلی ما بخشش برسید ضرر آورده را جبران کرد. هر جا که باشه خدمت نگهبانش باشه هر کس چی فکر میکنه فکر شخصی شه دوستان. اطراف آنه که عقیده هست میان آوازخوان‌های جوان و مخلصان که
رقیبان اساسی شما در منطقه باختر قرغن‌تپه گویا که شهریار دولتوف و اهل‌دین فخرالدین هستند و شما همچون هنرمند اونها رو رقیب خود در جدای صنعت میشمارید. در تمام وطن عزیزمون یگان کس رقیب من نیست. هر یک کس هنر خودش داره، مخلص خودش داره. این همی مخلص خودش داره، یا مهراب یا خودت. بله شهریار اهل‌دین دو دارن مده بله و هر دوش دو دارن. همه هنرمندای شهر باختر همش مده دو دارن. همه اونا ما را حرمت ایزاد میکنم، ما همه او را حرمت ایزاد میکنم. تا جایی میشه که ما او را دشنام میکنیم یا گپای سخت میگم، یک چشمه را که گپی سخت نمیگه. با هم خاطر ما همه هنرمندایی که در شهر باختر آنان دو درکوی من میندارم، برای که همه وقت ما را مثل اکای خودشون میدونن و حرمت میکنن. این رقیب و نمیچی را همین مثلا هم نمیدونم، همه آدمایی که خودشون فکراشون غزده همونو فکر دارن. این خیلی گپ نیست. بله. و بینندگان عزیز، شما برنامه چهره آشنا رو از سامانه تاجیکان گروپ تماشا کرده استودید. نگفتن هموند مهمانان برنامه ما هستند سه چهره شناخته، هنرمند مشهور و محبوب نعیم جان سیدعلی با دو شاگردش شیردل و مهراب. برای بالیدگی خاطر شما یک ترانه دیگر، یک ترانه شوخ از شیردل. من از ماه و ستاره با قلبی پاره پاره تو را جویم که بینم دوباره. من از نم نمی باران گل یاس و خیابان تو را جویم ز کاهش و ارمان. همه رنگی بهاری دل گشته خماری پروای نداری لیلی لیلی میدانی تو ماهم به تو غماهم لبخندی تو خواهم لیلی. همه رنگی بهاری دل گشته خماری پروای نداری لیلی لیلی میدانی تو ماهم به تو غماهم لبخندی تو خواهم لیلی. سلامت باشید. و بینندگان عزیز، سرود در اجرای شیردل جان و میگذاریم به بخش سیوم برنامه که عبارت از 10 سوال است به نعیم جان سیدعلی. سوال اول، در یک روز چند بار خوراک میخورید؟ 7 بار. 7 بار خوراک میخورید. معلوم است از چهره شما که بسیار میخورید. شکرانه خدا. ایش من. با کونر مگریگر تقلید کرده میتونی؟ من بیزارم ای کانر. تماشا نمیکنی؟ من نغز نمیبینم را. مخلصی کدام بایت هستین؟ لایق رجبوف. از تاجیکان؟ از خارجی ها چی؟ بیزارم ای همش. تماشا نمیکنی. تیزگویا گفتم میتونید با مخلصا؟ او. یک تیزگویا. یک تا. خط کفتر بچه کد بچه خط. خط کفتر بچه کد بچه خط کفتر هفت خفت کد. به اوسوترش هم میگیرم. چلپک چلبو چلبلبو چلا چلپک چلپک چلبو چلبلبو چلا چلپک. تمام. سلامت باشید. با آواز زنده دویت با یگان شاگردتون میخونید همینجا 4 مصرع. 4 مصرع شما، 4 مصرع یگان شاگردتون. بیا. در طبق شکر آورد فطیر نان آورد. در طبق شکر آورد فطیر نان آورد. نشایسته دو آورد چنگاوی قروت آورد. در یاد مانده یا چه، 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 در یاد مانده یا چه. بس این سرودی نو است. این سرود 2018 2018 بار اول خوب ده، خوب ده، خوب ده. سرود خوب. ما میدونیم که شما در خانه تان زوپارک دارید.
بغیر از زوپاک نمیخوایم چی دارم قریب زوپاک این پرنده و جان داره کو میمون حیوان دارید ها؟ آه میمون داره چند میمون دارید؟ یک تا یک میمون ها؟ بابا شنو خودتون بانم بسیار میخریدیم میمونتون خدم معلوم که بانانای میمونتون رو به فیرم میخرید راست است که شما قرضدار شدن نصف خونه‌تون رو فروختید نیست خونه رو نفروختم دو خونه فروختم تو خونه فروختید یعنی اون مبلغ را برای صنعت صرف کردید به خاطر هنرتون رو تکمیل دادن یا این ما در یک برنامه گفته بودم با یک دیگه چی غلطی دیم ده هر یک آدم یک خطا میکنه بله. در همون یک خطا میکنه خیلی شکرانه خدا ما ای روزا بر آمدیم آمدیم روزای با شکرانه خدا با نیک خونه در پیش است. ما خیلی یک مثلا 3 خونه داشتیم دو چه فروختیم یادش مون با خیلی الحمدلله تگه خونه خریدیم با خیلی همین مربچه زنده باشه هر یک روزا را میدیده انشالله که من خدای خودم امید دارم بله. همش گذشت دیگه نمیخوام اون روزا را به یاد بیارم فقط گفته او گپا با پیش و حرکت کردن در کار همین آدم حرکت کرد انسان مهنت کند برکت چه خداوند میده بله. انشالله و چون شما در خانه پرنده زیاد دارید مخصوصا کبوتر خروزی دکن هم دارید ها؟ یا لیتا تدم میارم وعده کرده بودم تو مخصوص برایم گفته بودی ها من دارم خروزی دکن ما گفتیم خروزا رو جنگ میدازیم جنگ گفته بودیم ها نیاوردیم سمکی جنگ میدازیم خروزامونه خروزات براتان مایل جنگ میدوزی می‌دوزیم. انا از همین پرندگانی که در خانه شما هستن همین صدای همین 3 پرنده رو کرده میتونی؟ من راستی کب داره؟ کب دارم همه چی دارم نه که من نمیتونم تقلید کرده کب برام گوش میکنی نه؟ ما وارم گوش میکنم استراحت میکنم آوازی کفتر شای آوازی کاوگا یا بودانه پاپوگا یا خدم نمیتونم تقلید کرده بخشش ده برادر یعنی که میتونید شهر میداری نه شرم نمیدارم من همه کار میتونم مثلا کار بگو اگه میسیسونه که نمیتونم تقلید کردم سرودی چپگردی لبگردی های چشمی من با چشمی اون پری چشم افتاد چبرگدی لبرگدی لو های از چشمی پری با چشمی من چشم افتاد چبرگدی لبرگدی لو چبرگدی لبرگدی لو چی کنه میره ال همین سرود از کجا پیدا شد و چی معنا دارش ما گفته میتونی میانی مخلصان شما رو بیشتر به همین سرود میشناسن سرودا استاد ظفر نازی میخوندن ظفر نازی اما ما درستی که ما استاد ما سرودا ایروی استاد ظفر نازی تیار کردم بازخوانی کرده نه مخلصان گرداندم معنا شد چپ بری لب بری چپ در حیات چند معشوقه داشتیم هنرمندان به حد دختر باز میشوند معشوقه باز میشوند اکثر آنها ما نداشتم نداشتیم تماما نه اویلدار هستیم ما میدونیم اویلدار هستم معشوقه نداشتم حیاتم ده معشوقه نداشت عاشق هم نشدیم نه هم قصه شکی نیست یگان دختر به شما خیانت هم نکرده است دختری بود که عاشق شده و عشق شما را قبول نکرد دختر بله و یگان نفر عاشق شده و خیلی که عشق و عشقی را بگوی عبدالرحمن جان مثلا هر یک کسی عشق کودکی و هم خیلی میکنه که دوره طلبگی در دوره طلبگی در طلبات نغز میبینی و یکم همسویت دوست میداری و همش یک وقت یک دوست داشته نه؟ دوست چی؟ عاشق شدین عاشق شدم دوست این عاشقی این دوست داشتن عاشق شدن این فقط بعد یک ذاته که با خداوند آدم عاشق میشه و یا با یک کتاب قرآن آدم عاشق میشه این همش عادت هست قطعه دخترم که هم صحبت میشه خیلی مثلا میگه که من تو را دوست میدارم تو مرا دوست میداری ایسه گپ چپ میکنی که همه آدم چی میکنه کو یا 3 روز نیست میشه با چی خیلی میشه ما دیوانه شدیم ما یاد کردن عادت هست این موضوع مثلا همین خیلی یک جوری مشتگی هر روز یه چی میخواد یه روز نخوری میگی اوه ما هنوز همین چیزا نخوردم همین دختر قطعی هم گپ زنی عادت هست خیلی عاشقی خیلی گپ نیست ما فکر میکنم عادت هست بله تشکر زیاد و در آخر برنامه تمنیات شما رو به بینندگان به مخلصان عزیز ای تمنیاتی ما همه برادر جان که
доимо халқи мо ватани мо обод боша ва марди мо доимо сарбаланд боша, доимо ҳами ҳунармандо ҳаракат кунану ҳама ҳунармандо ҳунаршона барои мухлисо, барои ҳамватано нишон битанд. доимо мардуми моро дар лабонашон ханда ҳувайдо бошад. саломат бошед ва ба Шердилҷон ва Меҳробҷон низ ташаккур мекунем, ки ба барномаи мо ташриф оварданд. барномаи чеҳраи ошно буд аз канали Тоҷикон Груп. Хайр, то барномаҳои баъдӣ.